ریاضیدان برجسته تاجیک ظفر عثمانوف، اکادمیک اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، دکتر علم‌های فیزیک و متماتیک، پروفسور، ارباب علم و تکنیک تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام عبالی ابن سینا، مؤلف نخستین برنامه تفتیش املای تاجیکی برای برنامه مایکروسافت آفیس و دیگر برنامه‌های کامپیوتری، روز 13 اکتبر در سن 84 از عالم چشم پوشید. عثمانوف ظفر جورایویچ 27 آگوست سال 1937 در شهر استالینوباد در خانواده تاریخ شناس و روزنامه‌نگار شناخته جورا عثمانوف و خادم حزبی همراه احرار و به دنیا آمده است. برادر او پولاد عثمانوف هم عالم شناخته تاجیک در علم بیولوژی اعتراف شده نیز سزاوار عنوان بلند اکادمیک اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان شده است. ظفر عثمانوف سال 1954 مکتب میانه رقم یک شهر دوشنبه و سال 1959 بخش مکانیکای فاکولته مکانیکای و متماتیکای دانشگاه دولتی مسکو به نام لمنوسوف را ظفر عثمانوف سال 1959 به اسپیرانتور شعبه مکانیکای فاکولته مکانیکای و متماتیکای دانشگاه دولتی مسکو به نام لمنوسوف تحصیل نموده. اول تحت رهبری عضو وابسته اکادمی علم‌های اتحاد شوروی نیکولای چتایف درباره استواری حرکت، بعدا تحت رهبری عضو وابسته اکادمی علم‌های اتحاد شوروی قهرمان مهنت سوسیالیستی دیمیتری اخاتسیمسکی راجع به مسائل تراژکتوری اپتیمالی گزارش بین اربیته‌های کیهانی کار برده است. ظفر عثمانوف در مقام‌های سردار مرکز حسابداری اکادمی علم‌های جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان سالهای 1976 1984 اکادمی کاتب شعبه علم‌های فیزیک و متماتیک و گیولوژی و شیمی اکادمی علم‌های جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان از سالهای 1984 1988 کار کرده. از سال 1988 تا 1999 رهبر انستیتوت متماتیک اکادمی علم‌های تاجیکستان و از سال 1999 تا آخر عمر مدیر شعبه مدل سازی متماتیک این پژوهشگاه بود.